مردم ایران که اینطوری ذلیل و تحقیر و خوار شدن که اینطوری تحقیرآمیز زندگی کنن، با درآمد کم زندگی کنن، تو صداشگاه زندگی کنن؟ شما اصلا باید شرمگین باشید که نشستید اونجا و دارید از این وضعیت دفاع میکنید. فرونشست‌های متعدد، اصفهان، طبق چیزی که خودتون میگید، ما نمیگیم، اصفهان قراره 10 سال آینده بره زیر خاک. شهری که باعث افتخار ما ایرانیاست، شهری که سرمون رو تو دنیا بلند کرده. بعد نشستی اینجا شما به من میگی از کمر پایین رو نبین، از کمر به بالا رو ببین. یعنی چی این صحبت‌ها چیه؟ ملموس صحبت کنید، از دریچه عدد و رقم، از دریچه عدد و رقم صحبت کنید، میفهمید وضعیت کشور خوب نیست و قابل دفاع هم نیست. یعنی شما نباید بشینید اونجا. اگر نشستید اونجا یعنی هیچی نمیدونید. وقتی عدد و رقم رو نمیبینید، شعار و آرزو و رویا میشینه تو مغز و زبونتون. عدد و رقم رو که نمیبینید، دوست دارید باورهاتون به ارمغان برسه، تحقق پیدا کنه. دیگه کاری نداری که مردم ایران چی میگن. هیچ کدومتون اصلا به صدای مردم ایران توجه نکردید و هنوز صدای ما رو نمیشنون. باشه، بذارید نشنون. در آخر مشخص میشه که وضعیت کشور به کجا میره. دلایل ناامیدی من خیلی مشخصه. اصلا این سوال جا نداره اینجا پرسیده بشه. همه چیز مثل روز روشنه. از هرم من الشمس. شما مردمتون زیر خط فقرن. 50 میلیون فقیر دارید. چشم اندازی میبینید که امیدوارید؟ کدوم قله رو میبینید؟ به ما هم بگید ما هم امیدواریم. چی